تصور کن یه روز از خواب بیدار بشی و بفهمی همه چیز دروغ بوده. زندگی که داشتی، خاطراتت، حتی خودت، همش فقط یه برنامه اجرا شده توی کامپیوتر غول پیکر بوده. اما یه سوال بزرگ، اگه واقعا داخل یه همچین شبیه سازی بوده باشی، چطور میتونی بفهمی؟ و مهمتر از اون، آیا راهی برای خروج هست؟ همه چیز اونقدر منطقی به نظر میرسه که هیچ وقت شک نکردیم. ولی شاید یه جای کار، یه نقص کوچیک، یه باگ، یا شاید یه گلیچ، یه اشتباهی که پرده از این حقیقت برداره. درود، من شیدیات هستم، هابیت سرزمین میانه و اینجا کانال حلقه های آگاهیه. با یه سوال شروع میکنیم. دنیا همون چیزیه که میبینی یا فقط چیزیه که برات رندر شده؟ شاید زندگی توی یه شبیه سازی باشه، شاید همه چیز یه خطای محاسباتی باشه، شاید ما فقط یه سری داده پردازش شده ایم. ولی یه سوال مهم وجود داره، چطور میتونیم بفهمیم؟ بیاید با هم این معمای بزرگ رو حل کنیم. ما آدم ها هیچ وقت نمیتونیم جهان رو همون جوری که هست بدون فیلتر تجربه کنیم. هرچی میبینیم و حس میکنیم یه جورایی پردازش شده و محدود به حواس و مغزمونه. واسه همین مجبوریم با مفاهیم و ابزارها سر و کله بزنیم تا بفهمیم واقعیت چیه. تکنولوژی هم که هر چقدر جلو میره نه تنها باعث میشه بیشتر بدونیم، بلکه یه سری سوالای عجیب و نگران کننده رو هم مطرح میکنه. مثلا این که شاید یه روز بتونیم کل دنیا رو شبیه سازی کنیم. ولی خب از کجا معلوم که همین الان توی همچین شبیه سازی زندگی نمی کنیم؟ اگه ما خالق نباشیم بلکه یه مخلوق باشیم چی؟ شاید اصلا واقعی نباشیم و حتی روحمونم از این قضیه خبر نداشته باشه. ما آدما هیچ وقت نمیتونیم جهان رو همون جوری که هست بدون فیلتر تجربه کنیم. واقعیت همون چیزی نیست که حسش میکنی، بلکه اون چیزی که بهت نشون داده میشه. هر چیزی که تا حالا دیدی، لمسش کردی یا حتی فهمیدی فقط یه نسخه پردازش شده از جهان بوده. ولی یه سوال مهمتر هم هست که میگه اگه این پردازش ها یه جورایی تحت کنترل باشن چی؟ اگه چیزی که واقعی میدونستی تا امروز فقط یه تصویر و شبیه سازی بوده باشه چی؟ این ایده دقیقاً به نقطه حساس فرضیه شبیه سازی میرسه. به جای اینکه یه جهان بی نهایت بزرگ رو بسازیم، فقط باید اون بخشهایی رو طراحی کنیم که سوژه های داخلش میتونن ببیننش و باهاش تعامل داشته باشن. یعنی ممکنه تمام کهکشان هایی که فکر میکنیم وجود دارن در واقع یه تصویر ساده باشن که فقط در حد نیاز رندر میشن. مثل یه گیم که فقط محیط اطراف کاربر پردازش میشن و بقیهش فقط یه طرح خامن که تا وقتی نزدیکشون نشی به واقعیت تبدیل نمیشن. اینجا یه سوال خیلی خفن مطرح میشه. اگه واقعا توی شبیه سازی باشیم چطور میتونیم بفهمیم؟ شاید یه روزی یه باگی، گلیچی چیزی پیدا کنیم، یه خطای کوچیکی که نشون بده همه چیز یه برنامه کامپیوتریه، نه یه دنیای واقعی. مثلا چیزای ریز مثل سلول ها یا باکتری ها رو در نظر بگیر. ما واقعا نیازی نداریم که اینا همیشه وجود داشته باشن. شاید وقتی بهشون نگاه میکنیم خلق بشن. فرض کن یه میکروسکوپ رو روشن میکنی و درست همون لحظه اون تصویر برای تو رندر میشه، نه قبلش. حالا بریم یه لول بالاتر. اتم ها. اون صندلی که تو روش نشستی واقعا نیازی به میلیاردها میلیارد اتم برای ساخته شدن داره؟ شاید فقط یه پوسته بیرونی باشه و تا وقتی که تصمیم نگیری بشکونیش داخلش خالی باشه. حتی بدن خودت شاید پر از یه سری حباب‌های تو خالی باشه، ولی تا وقتی بازش نکنی هیچی معلوم نشه. ته داستان شاید تنها چیزی که واقعاً باید شبیه سازی بشه فقط هوشیاری و ذهن آدم ها باشه.
چون اگه یه نفر باور داشته باشه که دنیای اطرافش واقعیه، دیگه نیازی نیست که بقیه چیزا واقعا اونجا باشن. فقط کافیه که به نظر واقعی برسن. خب حالا سوال اصلی اینه، واقعا داریم شبیه سازی میشیم؟ یا همه چی فقط یه توهم محاسباتیه که اسمشو گذاشتیم واقعیت؟ نمیدونیم شاید، اما یه سری شرط هم هست که حتما باید رعایت بشن. واضحه که ما هیچ قطعیتی درباره این موضوع نداریم. پس هرچی که میگیم با یه کمی تردید بپذیرید. اما بر اساس نسخه اصلاح شده‌ای از استدلال شبیه سازی که نیک باسترم مطرح کرده، 5 تا فرضیه داریم. اگه اینا درست باشن، شما بیننده عزیزی که الان داری این ویدیو رو میبینی، باید بگم که همین الان توی شبیه سازی زندگی میکنی. هیچ کس دقیقاً نمیدونه که هوشیاری یا آگاهی چیه. ولی برای اینکه بحث رو واضح‌تر کنیم، فرض کن بتونیم مغز رو شبیه سازی کنیم و یه جورایی هوشیاری مصنوعی یا همون کانشسنس رو بسازیم. حالا بیاید یکم ریزتر بشیم. مغز یه سیستم به شدت پیچیده است. اگر هر تعامل بین سیناپس ها رو به عنوان یه عملیات در نظر بگیریم، مغز با سرعتی حدود 10 به توان 17 یعنی 100 میلیون میلیارد عملیات در ثانیه کار میکنه. اما بیاید یه مقدار دست و دل بازتر باشیم و فرض کنیم که برای شبیه سازی فقط 1 ثانیه از هوشیاری به 10 به توان 20 عملیات نیاز داریم. ولی قضیه تنها یک انسان نیست. ما نمیخوایم فقط یه نفر رو شبیه سازی کنیم. هدفمون اینه که تمام تاریخ بشر رو به صورت همزمان شبیه سازی کنیم. یعنی انگار میخوایم همه انسانهای تاریخ رو کنار هم قرار بدیم و دوباره اون لحظات رو مرور کنیم. فرض کن بخوایم 200 میلیارد انسان رو هر کدوم با یه عمر متوسط 50 سال شبیه سازی کنیم. حالا بیا محاسبه کنیم. 1 سال تقریباً 30 میلیون ثانیه است. ضرب در 50 سال، ضرب در 200 میلیارد انسان، ضرب در 10 به توان 20 عملیات. میبینی؟ عددی که به دست میاد یه حجم عملیاتی که از تعداد ستاره های موجود در جهان هم بیشتره. اینجاست که یه سوال خیلی بزرگ مطرح میشه. برای همچین شبیه سازی نیاز به کامپیوتری داریم که بتونه میلیون ها تریلیون 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 عملیات رو در ثانیه پردازش کنه. همچین ماشینی واقعا غیر ممکنه. یا شاید هم نباشه. خب اگه فرض کنیم که تکنولوژی همین جوری جلو بره، ممکنه تمدن‌هایی توی کهکشان‌ها وجود داشته باشن که یه روزی به قدرت محاسباتی نامحدود برسن. موجوداتی با فناوری که انقدر پیشرفته است که شاید نشه تفاوتشون رو با یه خدای تکنولوژی تشخیص داد. کامپیوتری که بتونه 1 میلیون تریلیون 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 عملیات رو انجام بده یه چیز خیلی بزرگه. ولی در واقع یه سری ایده هایی برای همچین کامپیوترایی وجود دارن. مثلا مغز ماتریوشکا، یه ابرساختار فرضی که از میلیاردها بخش تشکیل شده. دور یه ستاره میچرخه و از تابش اون تغذیه میکنه. اگه همچین سیستمی ساخته بشه، انقدر قوی میشه که میتونه هزاران یا حتی میلیون ها هوش انسانی رو به طور همزمان شبیه سازی کنه. البته راه‌های دیگه‌ای هم هست. مثلا کامپیوترهای کوانتومی آینده میتونن اندازه چنین سیستمی رو شدیداً کاهش بدن. شاید در نهایت بتونیم چنین قدرت محاسباتی رو داخل یک شهر بزرگ یا حتی چیزی کوچیکتر جا بدیم. ولی خب فقط در صورتیه که کسی باشه که همچین کامپیوتری رو بسازه. اینجاست که یه فرض دیگه مطرح میشه. تمدن‌های پیشرفته خودشون رو نابود نمی‌کنن. اگه یه نقطه‌ای تو تاریخ باشه که هر تمدن پیشرفته‌ای خودش رو از بین برده باشه، کل این بحث همینجا تموم میشه.
وقتی به فضا نگاه میکنی انتظار داری پر از میلیون ها تمدن بیگانه باشه، ولی هیچ کس رو نمیبینی. شاید دلیلش چیزی باشه که بهش میگن فیلترهای بزرگ. فیلترهای بزرگ اون موانعی هستن که یه تمدن باید ازشون رد بشه تا زنده بمونه. جنگ‌های هسته‌ای، برخورد سیارک‌ها، تغییرات اقلیمی یا حتی استفاده اشتباه از انرژی‌های خطرناک مثل ایجاد یه سیاه‌چاله مصنوعی. اگه ماهیت زندگی این باشه که همیشه خودش رو نابود کنه، پس هیچ تمدن پیشرفته‌ای نمیمونه و در نتیجه هیچ شبیه سازی هم وجود نخواهد داشت. وقتی درباره تمدن‌های پسا انسانی حرف میزنیم، راستش نمیدونیم دقیقاً با چی طرفیم. این که فکر کنیم میتونیم بفهمیم یه موجود فوق‌العاده پیشرفته مثل یه خدای تکنولوژیک واقعاً چی میخواد، یه جورایی زیادی خوشبینانه است. تصور کن یه مورچه باهوش کنار یه شهربازی زندگی میکنه و کنجکاوه که بدون انسان‌ها چی کار میکنن. تو سعی میکنی براش توضیح بدی ولی اون اصلاً نمیفهمه. ترن هوایی، ایستادن توی صف، تعطیلات خوشگذرونی برای یه مورچه‌ای که فقط با کلونی خودش سر و کار داره، هیچ کدوم از اینا قابل درک نیست. حالا همون رو مقایسه کن با ما و یه تمدن پسا انسانی. برای اونا ما همون مورچه هستیم. شاید اجرای شبیه سازی ها برای سرگرمی یا تحقیق از دیدگاه ما یه کار منطقی باشه، ولی برای یه موجود پسا انسانی شاید کل این ایده براش احمقانه به نظر برسه. اما یه چیز رو نباید فراموش کنیم. اگه همچین موجوداتی تصمیم بگیرن که به هر دلیلی شبیه سازی ها رو اجرا کنن و فرضیات 1 و 2 و 3 هم درست باشن، پس احتمال این که تو همین لحظه داخل یه شبیه سازی زندگی میکنیم 0 نیست. اگه تمدن‌های شبیه سازی وجود داشته باشن، احتمالاً تعدادشون خیلی زیاده. چرا؟ چون ما فرض می‌کنیم که تمدن‌های پسا انسانی به قدرت محاسباتی نامحدود دسترسی دارن. پس اگه تصمیم بگیرن شبیه سازی اجرا کنن، میتونن میلیون‌ها حتی میلیاردها نمونه از اون رو بسازن بدون هیچ محدودیتی. حالا بیا یه قدم جلوتر بریم. اگه میلیاردها جهان شبیه سازی شده وجود داشته باشه، پس احتمالاً توی هر کدوم تریلیون ها و تریلیون ها موجود آگاه شبیه سازی شده زندگی میکنن. یعنی چی؟ یعنی اکثریت قریب به اتفاق تمام موجوداتی که تا حالا وجود داشتن نسخه های شبیه سازی شدن. تو این سناریو به ازای هر موجود هوشیار و آگاه واقعی 1 میلیارد موجود شبیه سازی شده هست. از اونجایی که ما هیچ راهی نداریم بفهمیم که آیا واقعاً شبیه سازی شده ایم یا نه، احتمال این که تو همین لحظه یکی از اون نسخه های شبیه سازی شده باشی به طرز عجیب و غریبی بالاست. پس واقعیت چیه؟ شاید اون چیزایی که تو به عنوان واقعیت میشناسی اصلاً واقعی نباشن. شاید تو واقعاً فقط یه شبیه سازی باشی. همه این حرفا روی یه عالمه فرضیه بنا شده که راستش رو بخوای فعلا نمیتونیم هیچ کدوم رو آزمایش کنیم. واسه همینم خیلی از دانشمندا مخالف این نوع آزمایش‌های فکری هستن. پس لطفاً واسه این که ببینید این دنیا واقعیه یا نه بلایی سر خودتون نیارید. واقعیت اینه که اگه شبیه سازی شده باشی خیلی چیزا برای تو تغییر نمی‌کنه. ممکنه روی سیاره کوچیک باشی که داره با سرعت وارد نیستی ابدی میشه، یا شاید فقط یه برنامه شبیه سازی شده داخل یه کامپیوتر باشی، ولی تهش زندگی برای تو همون قدری عجیبه که قبلاً بوده، نه بیشتر نه کمتر. پس چی کار باید کرد؟ تنها راهش اینه که تا وقتی که اینجا هستیم یه زندگی خوب داشته باشیم و از لحظاتمون لذت ببریم و امیدوار باشیم که اگه واقعا داخل یه شبیه سازی هستیم هیچ کسی یه دفعه نره و کابل برق رو بکشه.
فکر کنم همین الان یکی کابلو از برق کشید. ولی خب شاید این اصلاً مهم نباشه. شاید از اولش هم فقط یه برنامه محاسباتی بودیم که داشت اجرا میشد. اما سوال بزرگتر اینه که اگه واقعاً همین الان داخل یکی از اون شبیه سازی ها باشی چی کار میکنی؟ اصلا برات فرقی میکنه؟ اگه این دنیا یه شبیه سازی باشه پس شاید خود تو هم فقط یک خط کد باشی. اما یه چیزی معلومه، تو الان اینجایی، داری منو میبینی و یه انتخاب داری. لایک کن، کامنت بذار، سابسکرایب کن و اجازه بده ماجراجویی ادامه پیدا کنه. شیداد هیچ وقت خاموش نمیشه، مگه اینکه کسی اونو از کابل لعنتی بکشه. مرسی، بدرود.